روی لیدزه نمیدونم قرار چه حیوانایی ببینیم ولی قرار یه سری حیوانای باحال ببینم. همه child again. They got little fishies here. حس و چیزشون با زبونشون، زبونه مثل بینایی واسهشون کار میکنه. برای همین هر 2 ثانیه یه بار زبونشون میارن بیرون، از اون مسیر رو پیدا میکنن که کجا باید برن، کی جلوشونه، خطر هست نیست. من همین الان رسیدم خونه و یه ادیشن جدید داریم، یه بسته جدید داریم که خیلی منتظرش بودم. فکر کنم نزدیک 2 هفته طول کشید تا برسه. گوگل فیتبیت ایر. من خیلی وقت بود که میخواستم یه ساعت ورزشی بگیرم، یعنی اون گولم، اون هدفم ساعت رانینگ گارمین بود که هم تو ورزش کمکت بکنه هم توی رانینگ. بعد ماه پیش گوگل این واچ که نمیشه گفت، بند فیتبیت رو لانچ کرد که شبیه ووپه ولی ووپ خب یکم متفاوته، فرق داره. ووپ جزو چیزایی که من میخواستم بخرم نبود حقیقتا، ولی خب خیلی به نظرم چیز کاربردیه. مثلا این ویژگی که صفحه نداره، اسکرین نداره، خیلی کمک میکنه که کلا دیسترکشن رو کم میکنه. برای همین وقتی که این لانچ شد قیمتش خیلی به صرفه تر از ووپه، یعنی با کردیتی که توی اون ماه اول فروشش بهت میداد که 35 پوند کردیت اضافه بهت تو گوگل استور میداد که بعدا میتونی سر هر چیزی خرجش بکنی، به اضافه 10% تخفیف نیو یوزری که میداد، تصمیم گرفتم بگیرمش. عاشق رنگشم. بین این رنگ و مشکیش مونده بودم. قرمز داشت، یا آبی پررنگ داشت، یا این رنگو داشت که حالت آبی کم رنگ، تقریبا هم رنگ کپ همه. بیکم نگران کثیف شدن این بودم. خب obviously رنگ روشنشه ولی کلا خیلی بیشتر منه نسبت به بقیه رنگاش. خیلی خوشگله، مخصوصا احساس میکنم برای دخترها، به خاطر اینکه تفاوتش با ووپ اینه که خیلی ظریف‌تره. قشنگ با هر چیزی میتونی استکش کنی و ستش کنی. عنوان مثال، یعنی من میدونم، مطمئنم که من قرار نیست اینو دیگه در بیارم. ویژگی‌هایم که داره، حالا قراره اپش رو نصب بکنم و با اپش پرش بکنم. خوابتو ترک میکنه، ریکاوری تو ترک میکنه، به عنوان آلارم کار میکنه. بعد یه چیز خیلی جالبش اینه که تو اگه ستش بکنی برای آلارم، مثلا ساعت 7 بخوای بیدار بشی،
اگه بین ساعت 6:30 تا 7 تو اون سرکل خوابت وارد لایت سلیپ شد، همون موقع توی اون بازه نیم ساعت ویبره میره و بیدارت میکنه، در صورتی که ووپ حتی این قابلیت رو نداره. یعنی لایت سلیپ که بشی حتی زودتر میدونه دیگه اون خواب لایت سلیپ دیگه خیلی قرار نیست تاثیر داشته باشه و همین اون موقع بیدارت میکنه. خیلی خوشگله، یعنی خیلی راحته، انقدر سبکی که اصلا حس نمی‌کنی دستت. من همش دارم با دستم حرف میزنم ولی I'm so excited for it. بار که شارژش بکنی تا 6 روز یا 7 روز میره، ولی خب بستگی به استفادت داره. باز دوباره یه مدت استفادهش میکنم و بعد از یه مدت میبینم که تاثیرش چطوریه، بیشتر راجبش فیدبک میدم. نهار درست کردم، یکم سوخت اسپارگسم با سالمون and a rice. کل بعد از ظهر من صرف لاو آیلند نگاه کردن شد و نهار درست کردم، نهار خوردم، چمدونم رو آنپک کردم و فکر کنم نزدیک 6 قسمت 5 قسمت از لاو آیلند رو نگاه کردم. یوتیوب پست شد، اینستاگرام پست شد. الانم بعد از چند ساعت بیکاری نوبت باشگاهه که بعد از اونم برم دوش بگیرم که امشب یه اتفاق خیلی جالب قرار بیفته. Well, I just did about half an hour. No, 45 minutes. I did 45 minutes of Stairmaster. I edited my travel YouTube video. I don't know why I switch languages. Sometimes I do that. ولی تموم شد و برم بالا همون برم آماده شم که یه ساعت دیگه بعد بیرون از خونه باشم. But that was good. 45 دقیقه کاردیو. اولین بارم بود که اینو امتحان میکردم. برم استاتش رو ببینم چطور بود. Hi. So I just finished another episode of Love Island. Took a shower. Got ready. و الان میخوایم بریم خونه بچه ها که چیکار کنیم. از ساعت 2 صبح تا 4 صبح اولین بازی فوتبال ایران با نیوزلند رو ببینیم in World Cup. It's crazy, I know. I don't know why I'm doing this, but it's gonna be pizza there, so I'm gonna go for that one. الان ساعت چنده؟ ساعت 9 و 10 دقیقه است و من آماده شدم. یکم دیگه راه میفتم. عربستان و اروگوئه. عربستان و اروگوئه خیلی جذاب. آیا میخوام ببینید واقعا؟ نه من تموم شد. چی عربستان و اروگوئه بزنیم خودمون بازی میکنیم میبینیم چون خیلی مهم نیست. What did you order? I don't know. من تازه نمیخواستم رژیمی باشه. اونم فکر کنم مال من خالی کرده. این؟ آره. What is this? آره جوجه از سس داره. لحظه بعدم It's just good time. Oh, okay. یه پیه بشون میزنه. این گله. داداش چی آخه تو استفاده کنی؟ یه 45 دقیقه ورکاوت لور باک داشتم با استرچ و موبیلیتی که خیلی خوب بود. من وقتی که اکانت فیت بیت گوگلم رو داشتم میساختم با اون اکانت گوگلی ساختم که توش پریمیوم جمینای دارم. برای همینجوری خودش بهم اکسس پریمیوم فیت بیت رو داد که تو باهاش میتونی از AI شون استفاده بکنی که AI مثل کوچ
مثل کوچ به تمرین میده، کلا هیستوری و دیتا تو نگه میداره. بعد توی هم قضیه دایت هم قضیه ورزش توی همه زمینه‌ها بهت کمک میکنه. بعد امروز 5 دقیقه 10 دقیقه با هم صحبت کرد راجع به اهدافت، راجع به هیستوریت و دیتایی که توی چند روز ازت کالکت کرده. بعد بهم یه برنامه ورزشی داد که برنامه ورزشیش تو اپش خیلی خوب دیزاین شده بود. یعنی یه ست برات میشینه که تو اگه میخوای میتونی اجاستش بکنی. بعد چک لیست داره، تایمر داره، همه حرکات با ویدیوها با اصلا همه چیو بهت نشون میده. ضربان قلب توی اون حرکت که داری میکنی، حتی تایمر رستم داره بین تمرینا که خیلی به نظرم خوب بود. نه تنها قرار نیست که بهش فکر بکنم که امروز چی بزنم، بلکه میتونم کل هفته‌مو اینجوری برنامه‌ریزی بکنم که بتونم چی بزنم چی نزدم. حرکاتو حتی بهم بگه تا که خسته شدم نیست یه حرکاتو زدم که من خیلی وقت نزده بودم که خیلی خوب بود. من خیلی راضی بودم. الانم باید برم بالا چنج کنم چون که جلسه تراپی دارم. نه برای مشکلی، من شدیداً به تراپی باور دارم و هیچ جوره به خاطر مثلا حل مشکل اینا نیست، بیشتر به خاطر راهنمایی و من الان خوبم چجوری خودم رو بهتر کنم و هر وقت بخوام تصمیم مهم توی زندگیم بگیرم سعی میکنم همیشه نظر یه پروفشنالم در نظر بگیرم، نه که بهم بگه چیکار کنم چیکار نکنم، ولی این سایت اون رو بشنوم. So let's go. Chaya Jaya seasonal at Blank Street. It's coconut cream matcha. انقدر شیرین بود که برشون عوضش کنیم. یکم همون ماچای قبلیه ولی روش یکم خالی شده، روش ماچای بیشتری شده. This one's much better. ولی خیلی مزه شیر میده به نظرم، ولی چون لارجه احتمال. من صبحونمو خوردم، لاو آیلندم هم نگاه کردم. من وقتی که شو لاو آیلند شروع میشه و معمولا تابستونای موقع است، متاسفانه جوری من درگیر میکنه که نمیتونم نبینمش. مثلا اگه عقب افتاده باشم، الان چند قسمت عقبم، برای همین دارم خودم مجبور میکنم که سریع کچاپ کنم که بتونم آنلاین هر قسمتی که میاد رو ببینم. امروز من اولین جلسه رانندگیمو دارم که البته گواهینامه‌مو تو ایران دارم ولی اینجا ندارم، برای همین باید از اینجا کلاسامو شروع کنم که 2 ماه دیگه امتحانمه. So, did my makeup, I did my hair, a simple black outfit. That's it. باید اتفاقا چند تا ویدیو یوتیوب نگاه کنم راجع به اینکه رانندگی چجوریه چون هیچ یادم نیست. So. I made this smoothie. This is mango, strawberry, raspberry, blueberry, everything berry. I'm sitting at the terrace. This is the view. Practicing today. I'm at the gym. It's 2 days left. But like, I feel like now, like, obviously again, the longer she leaves it, the worse it's getting. Even if she, You know, I it also... shouldn't be such a hard decision, Jazz. No, I agree with you. Do you know what I mean? Does this put your flip slightly? No, I still feel the same way about Aiden. Yeah, yeah. Okay, من لوازم لانچو خریدم. حالا یه ایده غذایی خیلی جالب اومد تو ذهنم، حواسش هم کرده بودم، گفتم که میرم خونه درست میکنم.
کلا وقتایی که اینجوری ایده کامبینیشن غذا میاد تو ذهنم خیلی دوست دارم. یعنی هیجان زدم میکنه که تقریبا ببینم چجوری شده. It's movie night and we got pizza, popcorn, and yeah.